جنگلی با قدمت 40 میلیون سال. در حاشیه جنوبی دریای خزر جنگلی بیش از 2 میلیون هکتار وجود دارد. گونه‌های گیاهی مثل سرخدار، راش، ممرز تو منطقه خیلی زیاد داریم. حالا پرنده‌ای مثل چرخ ریسک هستش و سنگچشم و همینطور تعدادی سمندر و گونه‌های وزغ هستن که اونجا زندگی میکنن. حفظ این گونه‌ها کمک میکنه که توریست و گردشگر بیشتری رو وارد ایران بکنیم. جنگل‌های هیرکانی از ارزشمندترین جنگل‌های جهان به شمار میآیند. بین 4 تا استان سمنان، گلستان، گیلان و مازندران تاکنون تلاش‌های بسیاری برای ثبت جهانی این موزه طبیعی انجام شده است. تشکیل پرونده تقریباً 2 سال طول کشید و دستگاه‌های مختلف میراث فرهنگی، جنگل‌ها، مراتع و همه دستگاهایی که باید کارشون رو انجام میدادن از جمله کمیسیون ملی یونسکو کاراشون رو انجام دادن. الان وقتی است که بازرسان سازمان ملل و بازرسان یونسکو در حقیقت میان برای بررسی وضعیت و آخرین وضعیت و اینکه گزارش نهاییشون رو اعلام خواهند کرد. اما عکاسان برگزیده کشورمان نمایشگاه‌های عکس از جنگل‌های هیرکانی برپا می‌کنند تا مردم بیش از پیش با ابعاد گسترده این میراث ارزشمند آشنا شوند. طی سالهای اخیر قطع بی‌رویه درختان برای تهیه چوب و کاغذ و چرای بی‌رویه دامها از عوامل کاهش بخشی از جنگل‌های هیرکانی است و نگهداری و حفاظت از این گوهر ارزشمند در شمال کشورمان وظیفه تک تک ماست. حالا جنگل‌های هیرکانی در انتظار تلاش مسئولان برای قرار گرفتن در فهرست جهانی یونسکو هستند. فاطمه رهبر، خبرگزاری صدا و سیما.